ما حالا در حدود مقبره شاه نعمتالله ولی در ناحیه بالجوان قرار داریم. این چنارای میبینید، چنارای بزرگی که زیاده از 500 سال تاریخ داره. مقبره چنانی که میبینید از خشت پخته بنیاد شده است. در بالای قبر شیخ نعمتالله ولی درآمدگاه مقبره از قسمت غربی می باشد، از قسمت شرقی، از قسمت ما حالا در نزد درآمدگاه مقبره نعمتالله ولی قرار داریم. این قسمت درآمدگاه مقبره